السلام آپاجونای ما سازه خوبه من روز برای شما تیار میکنم فطیر قدقد. برای از والای فطیر ما در کار میشه و یک پیاله آب گرم، نیم قاشق نمک، 3 قاشق روغن آرد تا سخت شدن شه. خمیر میمونه 20 minut دم میگیره. بعدی دم گرفتن از والامون تنوب کرده روغن میکنه. آپاجونا بسیارتر در کامنتر هم نوشته که رقیه جان چند ساله؟ من 11 ساله‌ام، صنف 4 میخونم. با هم من درس میخونم، زبان می‌آموزم، پخت و پزم دوست می‌دارم. آپاجونا ویدیوی مرا قطعی دخترتون تماشا کنه و یاد ذوقشون میکنه، شما دا یاردم میکنه، با هم پخت و پز یاد میگیرن. آپاجونا ما اینجا در فطیری مایده کرده استعماده زورم هم خمیرسه. من کلانتر شم با فطیرهای کلانتر میکنم. در اینجا در طور فطیرمون زرده تخم شکیده قطعی کنجد و کرشین کردم پخته گرفتم. با همین فطیر قدقد ما تیار شد. خیر.